آقا سلام. آقا یه چیزی درباره جارو کردن کبوتر بهتون بگم. آقا نگاه کن، یه چیزی میخوام درباره جارو کردن کبوتر بگم. نگاه کن، میخواین جارو کنید، اولا که من قدیم کبوتر داشتم، کبوترام همه تو اتاق بودن، یعنی همینجوری یه اتاقی بود ولی اون اتاق بزرگ بود و مثلا اونجا جارو نمی کردم. اینجا هم یه ذره کوچیکه، یه ذره حالا یه جارویی بکشی، یه کاردکی بکشی حله. ولی چرا من الان نگاه کن، الان یه هفته شد من جارو نکردم. این کثیفه خیلی اونجا جزئی نیست. اولا نگاه کن، من اگه مثلا اون قدیم بودم، کبوترم همون قدیمی ها بودن، اصلا جارو نمی کردم. کاری ندارم مثلا کبوتر، من اگه اون موقع کلاغ داشتم، کلاغ بودن، منظورم نه کلاغ نه، منظورم کبوتر سیاهه، کلاغ گوک. یه کلاغایی داشتم خوشگل میپرونم اونجا، اصلا جارو نمی کردم. اون کلاغای خوبی بودن، کبوتر سیاه عالی بودن، کلاغ گوک بودن، شو ملخی نبودن، زار نبودن. من نمیزنم، اونا بدنشون قوی بودن. من فوقش من 2 سال چند سال اونجا بودم نمیدونم، فوقش در سال یه دونه 2 تا من یا باخ بدم یا تلفات هم اصلا نداشتم. فقط یه کبوتر سیاه هم مرد، اونم من نمیدونم چطور شد گرفتمش، همینجور نگاهش کنم اینا ولش کردم. روز بعد اومدم دیدم مرده، هیچ کارش هم نکردم. حالا کاری به این کارا نداریم. نگاه کن، کبوتر الان دارم جارو میکنم، چون اینجا اولا این کبوترها رو نگاه کن، نگاه اینا الان سیرن اینجوری ولی نگاه همه خوبن. اول دوم اون ماده مریض الان، و الان این کبوترها یه قرصی نیستن. حالا این پلاکه توشون قرصه، اون نره قرصه، بقیهشون همه یه تکه گوشتن. راحت کبوتر نفل مریض میشه و اینا، مخصوصا اینا دیگه کبوتر رنگی ها زود مریض میشه، مثل این پلاکی ها نیستن. اون پلاکی هم مریض میشه. حالا ما جاروی میکنیم، مثلا نگاه دونه داره کبوتر، دونه نخوره بیرون بخوره، بیرون آلودگی کمتر. این تو نه، اینجا فضله هست دیگه، دونه قدیمی هست دیگه.